تو از توی تخم بیرون میای، فقط به صورت غریزی شروع میکنن به کار کردن تا راهتو باز کنی. بقیه هم همینطور. هر کدوم دارن زور میزنن که خودشونو برسونن. تو توی یه سلولی، بخشی از یه الگوی تکراری. دور و برت پر از سلولایی هستن که مثل تو هن. بعضیاشون هنوز بستن و توشون لاروهایی هستن که هنوز در نیومدن. بعضیاشون هم خالیان، چون اونایی که توش بودن قبلا بیرون اومدن. اونایی که زودتر از تو در اومدن خوردن رو شروع کردن و بدنشون با هر لقمه قوی‌تر شده و تو وقت نداری عقب بیفتی. یکی از کارگرا میرسه، فقط اون قدری میسته که یک غذا توی دهنت بندازه، بعدش میره. تو فکر نمی‌کنی، فقط قورت میدی. غذا نرمه، قبلا جویده شده و یه خمیر راحت برای خوردنه. یه لحظه بعد یه کارگر دیگه همون کارو میکنه و تو هرچی میتونی میبری، چون اگه تو نخوری یکی دیگه میخوره. تو میخوری. این تنها کاریه که باید بکنی. غذا پشت سر هم میرسه از طرف کارگرایی که هیچ وقت وای نمیستن. تو هم مدام میبری و بدنت هر چی داره صرف بزرگتر شدن میکنه. روزا میگذره و پوستت شروع میکنه به کش اومدن. بعدش بدتر میشه. فشار زیاد میشه تا بالاخره یه چیزی پاره میشه و بدنت میترکه. تبریک میگم، پوست انداختی. از پوست قبلیت بیرون میخزی، یکم بزرگتر، یکم قوی‌تر، و بالاخره بدون حتی لحظه ای مکس دوباره شروع میکنی به خوردن. بعضی از بقیه دووم نمیارن. شاید زیادی کند بودن، شاید خوردن مداوم رو جدی نگرفتن. به هر حال سلولشون قبل اینکه حتی بفهمی چی شده تمیز میشه و هیچ اثری ازشون نمیمونه. بعد یه روز همه چی عوض میشه. دیگه کارگرا غذا نمیارن و تو دیگه گرسنت نمیشه. به جاش یه حس غریزی جدید میاد سراغت که بهت میگه باید شروع کنی به تنیدن. نخای ابریشم دور بدنت پیچیده میشن و تو رو توی خودشون میپوشونن و برای اولین بار هیچ کاری نمیکنی. توی پیله بدنت شروع میکنه به تغییر. پاهات دراز میشن، عضلات شکل میگیرن، بالهات از پشت فشار میارن و یه لایه زره کاملا جدید روی بدنت سفت میشه. نمیدونی مرحله بعدی چیه، ولی هرچی هست بدنت داره براش آماده میشه، چه بخوای چه نخوای. بعد پوسته میترکه، تو میای بیرون، پاهات قفل میشن، بالات باز میشن، بدنت کامل و آماده است. این بار دیگه فقط یه دهن بی‌دفاع منتظر غذا نیستی. حالا نیش داری، حالا یه زنبور کارگری و وقت کار. کسی بهت نمیگه باید چیکار کنی و خودت میدونیش. اولین کارت غذا دادن به لارواست. کارگرای قبلی هم همین کارو میکردن. حالا نوبت توه. میپری بیرون و پایین رو با دقت نگاه میکنی. وقتی یه چیزی رو در حال حرکت میبینی، یه کرم ابریشم چاق و کنده که داره روی یه برگ میخزه. سری پشتش فرود میای، محکم میگیریش و نیشش میزنی تا زهرت بره توی بدنش. کرمه میلرزه و بعد ساکن میشه. تو پوست نرم و پاره میکنی و تیکه تیکش میکنی. یه بخشی از غذا رو با خودت میبری. وقتی میریسی به لونه، غذا رو میندازی توی یه سلول باز. یه لارو سرش میاره جلو و میکشدش داخل. تو وای نمیسی نگاهش کنی، فقط میری سراغ کار بعدی. بعدش کارگرای بیشتری میرسن با غذای بیشتر تا لاروا بتونن رشد کنن. بعد میری به دیوارهای لونه. باید ساختار رو گسترش بدی. واسه همین با فکات به نردای چوبی میسابی. الیافشو میجویی تا بشه خمیر. این خمیر با بزاقت قاطی میشه و نرم میشه و توی لونه اون رو روی لبه ها پخش میکنی و محکم فشارش میدی. بعد از یه مدت سفت میشه و بخشی از ساختار رو میسازه. بعد دوباره میپری بیرون واسه آوردن غذای بیشتر و چوب بیشتر. لارو باید رشد کنن و لونه باید محکم بمونه. یه لحظه صدای وزوز توی هوا بلند میشه. تو باید با بقیه زنبورا راه بیفتی دنبال بوی شیرین شکر. زیر پات یه دشت پر از گل تا بی‌نهایت کشیده شده. پایین‌تر میری و روی یکی از گلا فرود میای. دهنت رو میذاری روی گل و شروع میکنی به نوشیدن. بعد یه سایه کنار حرکت میکنه. یه زنبور عسله. با دقت فرود میای، پاهاش میره توی گرده ها. یه لحظه مکس میکنه تا شرایط رو بسنجه، ولی تو صبر نمیکنی. فقط که یکم بازشون کردی، برمیگردی سمتشو به عنوان یه هشدار. زنبور عسل یکم میلرزه ولی نمیره. اونم به شهد نیاز داره. تو نزدیکتر میری و با پاهای جلویی هلش میدی. نه خیلی محکم، ولی در حدی که یکم جابجا بشه. زنبور عسل بالاشو میلرزونه و سعی میکنه سر جاش بمونه. اون 2 برابر تو وزن داره، بدنش واسه جمع کردن گرده ساخته شده، ولی بدن تو واسه یه کار دیگه ساخته شده. تو سرعت داری، زهر داری، چیزی برای از دست دادن نداری. تو دوباره یه ضربه بهش میزنی، این بار محکم‌تر. زنبوری میترسه، محکم گلبرگ رو میگیره و میخواد سر جاش بمونه، ولی تو نمیذاری. یه دفعه میپری جلو، آروارات میرن سمت پاهاش. زنبور پرت میشه عقب و بالاخره از گل جدا میشه، اما تو ولکن نیستی. دنبالش به هوا بلند میشی. زنبور سعی میکنه فرار کنه، ولی تو دنبالشی. شیرجه میزنه پایین به سمت یک گل دیگه، به امید اینکه بتونه دوباره چیزی که از دست داده رو پس بگیره. و همون لحظه تو وسط هوا بهش برخورد میکنی. زنبور دور خودش میچرخه و میخواد مقابله کنه، ولی نمیتونه نیش بزنه، چون واسه اون یه نیش یعنی مرگ. تو اینو خوب میدونی و ازش به نفع خودت استفاده میکنی. زنبور آخرش عقب نشینی میکنه و میره پایین‌تر و فرار میکنه. تو یه لحظه توی هوا میمونی، نگاش میکنی و از خودت راضی. برمیگردی و
روی گل فرود میای. خودتو به گلبرگا فشار میدی، شروع میکنی به نوشیدن، چون حالا دیگه شهد مال توه. یکم بعد یه کارگر از کنارت رد میشه، بوش تند و تو فوری دنبالش راه میافتی. شیرینی آشنایی توی هوا پیچیده. جلوتر زنبورا دور یه لیوان نوشیدنی انسانی جمع شدن، سرشونو کردن توش و با سرعت دارن مینوشن. شکر غلیظه و کارگرای بیشتری دارن از بوش جذب میشن. یه آدم نزدیک میشه، تا چشمش به جمعیت زنبورا میفته وای میسته. یه لحظه مکث میکنه و بعد دستشو دراز میکنه سمت لیوان. تو با بقیه از زمین جدا میشی، میپری بالا تا به آدم هشدار بدی، اما اون نمیایسته. دستشو بیشتر جلو میاره، میخواد نوشیدنیشو برداره. تو به سمتش پرواز میکنی، آروارهات باز میشن، به پوستش برخورد میکنی و نیشتو فرو میکنی. بقیه زنبورا هم همزمان حمله میکنن. آدم از درد و ترس جیغ میزنه، سعی میکنه شما رو از خودش دور کنه، ولی دیگه دیره. هی نیش میزنی پشتن. آدم عقب میکشه، دستشو دیوانه‌وار تکون میده، میخواد از این حمله بیرحمانه فرار کنه، تا اینکه بالاخره لیوان از دستش میفته. لیوان میخوره زمین. همه زنبورا دور اون لکه‌های شیرین جمع میشن و شروع میکنن به نوشیدن. آدم دستشو گرفته رو جایی که نیش خورده، چشاش از ترس گشاد شده و همینطور عقب عقب میره، ولی تو براش اهمیتی قائل نیستی. خودتو میاری پایین، دهنتو میذاری روی سطح چسبناک و بقایای شیرینی رو مینوشی. این شکر هیچ وقت مال آدم نبود، همیشه مال تو بود. راستی تو یه چیزی داری که خیلی از حشره ها ندارن: توانایی تشخیص چهره. میتونی همون آدمو چند بار ببینی و باز بشناسی. میتونی یادت بمونه کدوم کارگر آخرین بار تو رو دم ورودی لونه هل داد کنار. ولی خب مهمه؟ نه، هیچکس براش مهم نیست. ملکه واسه این حافظه به جایزه نمیده. کارگرها قدردان نیستن وقتی اونایی رو میشناسی که همیشه بهترین غذا رو میدزدن، و وقتی یه آدم بهت ضربه میزنه چهرهشو حفظ میکنی، ولی واقعیت اینه که اونقدر زنده نمیمونی که بخوای کاری کنی. بعد تو توی لونه‌ای که یه سایه از بالا رد میشه، یه شاخک داره. هشدار فوری پخش میشه، کارگرها از در ورودی سرازیر میشن، میریزن به سمت شاخک دار تا از لونه دفاع کنن. تو هم میری. مزاحم قوله، اسکلت بدنش ضخیمه، آرواره‌هاش تیزن، اساسا واسه کشتن ساخته شده. یه لحظه توی هوا میسته، دنبال نقطه ضعف میگرده، ولی چیزی پیدا نمیکنه. جمع اول حمله میکنه. تو رو پشتش فرود میای، پاهاتو محکم بهش میچسبونی، آروارهات شروع میکنن شکافای زرهش رو جویدن. بقیه هم هجوم میارن، نیشهاشون رو توی مفصلای بیپوشش فرو میکنن. شاخکدار سعی میکنه دفاع کنه، ولی شما زیادین. حرکاتش کند میشه، زهرتون توی بدنش پخش میشه، میلرزه و میفته زمین. بقیه کارگرا میان پایین، شروع میکنن به جویدن پوستش. سعی میکنن تیکای نرم بدنش رو جدا کنن. هرچی ازش بمونه برمیگرده توی لونه، چون شما هیچی رو هدر نمیدی. توی لونه ملکه یه تخم دیگه میذاره. نوایی میسته، نه هیچ وقت از لونه بیرون میره. کارگرا بهش غذا میدن، ازش محافظت میکنن و لونه رو بزرگتر میکنن. تو دوباره بلند میشی و بیرون میری، چون باید کندو رو تغذیه کنی. ولی اگه نر به دنیا بیای، زندگیت کوتاه و بی‌ماجراست. اواخر عمر کلونی از سلولت بیرون میای، دیگه خبری از اون شکوه و رونق نیست. کارگرا یکی یکی دارن میمیرن. پیدا کردن غذا سخت‌تر شده. کلونی که روزی رو به رشد بود، حالا فقط داره جون میکنه که زنده بمونه. ولی این چیزا برات مهم نیست. از کارگرا لاغرتری، شاخکات بلندتره، چشماتم درشت‌تر. برعکس اونا تو نه چیزی میسازی، نه میجنگی، نه شکار میکنی، نه چوب میجوی و نه به لاروا غذا میدی، نه از لونه در برابر خطر محافظت میکنی. تنها کاری که میکنی اینه که صبر کنی. کارگرا تو رو میبینن، ولی نه مثل وقتی که یک کارگر از تخم در اومده. بهت مسیر نشون نمیدن، کاری بهت نمیدن، فقط یه جوری تحملت میکنن. فقط اونقدری بهت غذا میدن که زنده بمونی، نه از سر لطف، نه از سر مهربونی، فقط چون هنوز وقت انجام تنها وظیفت نرسیده. یه مدت کوتاه تو لونه میمونی، نه کمکی میکنی، نه بیرون میری، نه حتی فکری توی سرت میچرخه. فقط هستی. وقتی غذا دادن میخوری و منتظر میمونی تا غرایزت بگن وقتشه بری. و بعد بالاخره اون لحظه میرسه. دیگه بهت غذا نمیدن. تمرکزشون عوض شده. عمر کلونی رو به پایانه و دیگه تو تنها مسئله اونا نیستی. میری سمت در خروجی، برای اولین بار بالاتو باز میکنی و به سمت دنیا پرواز میکنی. نمیدونی کجا داری میری و لازمم نیست بدونی. تنها هدفت اینه که قبل از مردن یه ملکه پیدا کنی. بقیه‌ای مثل تو همین الان تو هوا دارن میچرخن، دنبال همون هدف. بعضیاشون زیاد دووم نمیارن، چون پرنده‌ها تو کمینن. عنکبوت‌ها نشستن سر راه و دنیا برای موجوداتی که غریزه بقا ندارن جای راحتی نیست. و بعد یه جا جلوتر یه ملکه پیدا میشه، تازه از کلونیش بیرون اومده، بدنش از بدن تو بزرگتره، دنبال تو نیست، دنبال هر نریه که بتونه پیدا کنه. تو هیچ تهدیدی نداری، به سمتش پرواز میکنی، بوشو دنبال میکنی، همون سیگنالی که کل زندگیت منتظرش بودی. تنها نیستی، بقیه نرها هم با همون غریزه جذبش شدن. اونم فقط به یه نفر بسنده نمیکنه، با هر چند تایی که بتونه جفتگیری میکنه تا مطمئن شه که تخماش بارور میشن. تو موفق میشی، جفتگیری میکنی و دیگه همین. هیچ تضمینی نیست که ژن‌هات به نسل بعد برسن. تو یکی از خیلیایی.
ملکه جدا میشه، دنبال نر بعدی. تو پرواز میکنی ولی واسه موندن ساخته نشدی. بعضی نرها هنوز دنبال ملکه بعدی ان. بعضیا فقط یه جا میشینن و منتظر آخر کار میمونن. یه روز بیشتر زنده نمیمونی، شاید هم 2 روز. در نهایت انرژی تموم میشه و میافتی رو زمین. پاهات جمع میشن و همه چیز تموم میشه. اما اون ملکه اصلی چی؟ همونی که تو رو به دنیا آورد. بیا برگردیم. آخر تابستون وقتی هوا داره خنک‌تر میشه، روزا کوتاه‌تره. اون هنوز هست، هنوز داره تخم میذاره، هنوز تنها کاری رو میکنه که تو کل زندگیش کرده. کارگرایی که دور و برش بودن حالا کم شد، بعضیاشون دیگه برنگشتن، فرموناش ضعیف‌تر شدن، ولی خودش نمیفهمه این یعنی چی. کارگرایی که یه روز بیدرنگ بهش غذا میدادن حالا کند شدن، بعضیاشون دیگه بی‌تفاوت شدن، بعضیا حتی شروع به تخم گذاری نکردن. لونه دیگه اون لونه قبلی نیست، ولی اون هنوز داره تخم میذاره و بعد یه روز دیگه هیچ خبری از غذا نیست. اون چند تا کارگری که موندن دیگه تمرکزشون رو اون نیست، یکی یکی میمیرن، پرواز میکنن و دیگه بر نمیگردن. دیگه کسی نیست براش غذا بیاره، کسی نیست که لونه رو تمیز کنه، کسی نیست که براش بجنگه. اون نمیره، هیچ وقت یاد نگرفت چطور بره، قرار هم نبود یاد بگیره. پس همونجا میمونه توی سلول خالی تا وقتی که سرما بهش برسه، همون سرمایی که کارگرا رو گرفت، همون سرمایی که لونه رو توی یخ و بارون دفن میکنه تا بالاخره فرو بریزه و از بین بره. تا زمستون برسه اون دیگه مرده، ولی دختراش ملکه جدید زودتر از اون ناپدید شدن، رفتن زیر زمین. اونا بهار که بشه بیدار میشن، واسه خودشون یه جا پیدا میکنن و شروع میکنن به جویدن چوب و دقیقا همینطوری چرخه رو از نو شروع میکنن. زندگی به عنوان یه زنبور سخته، ولی موجوداتی هستن که وضعشون از این هم بدتره. باور کن عجیبه. ویدیوشو ببین تا خودت بفهمی.